حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با پخش یک اظهارات از فشار بالای خش و تبار طرفداران حزب و شرکتداران همایش بخشیده به 20مین سالگرد امضای سازشنامه صلح که در شهر دورتموند آلمان برگزار شد اظهار نگرانی کرده است. در این اظهارات که روز 12 ایول در صفحه رسمی حزب نهضت اسلامی نشر شد گفته می شد که در آستانه همایش دورتموند و بعد آن خش و تبار تخمینا 10 عضو حزب مورد فشار روانی و بازپرسی قرار گرفتند. اظهارات از نامهای مشخص نمونه آورده است که ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان بودند. حسین فیض رحمانوف برادر محمود جان فیض رحمانوف یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی روز 13 ایول در صحبت تلفنی از دهه پختکار جماعت 5 ناحیه جیهون تایید کرد که مقامات صبح 11 ایول با مادر 61 سالش صحبت انجام دادند. او افزود: وقتی که میبرم فقط میگن مثلا در جای مثلا گرد میزنه گرد نمیزنه در جای چکا میکنه خیلی چیزا پسر چیزی نه. حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید هدف مقامات گرفتن پیش راه فعالیت‌های سیاسی این حزب در خارج کشور است. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان در واکنش به این اظهارات گفت این خبر باید سنجیده شود، زیرا تا حال شکایت از خویشاوندان طرفداران این حزب به وزارت وارد نشده است. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت باید دقیق کرد که کدام نهاد به منزل پیوندان آنها رفتند و چگونه فشار کردند، اما به نهاد ما در رابطه به این چیزی نرسیده است و ما نیز بخبر هستیم. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را سال 2015 بعد شورش مسلحانه معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان ممنوع اعلان کرد و بیش از 10 مقام ارشد آن را با اتهام تروریسم برای سالهای طولانی به زندان فرستاد. حزب نهضت که تا بسته شدنش یگانه حزب اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی به شمار می آمد اتهام تروریسم را رد می کند و می گوید که هدف بیرون کردن حزب از صحنه سیاسی بود. همایش شهر دورتموند آلمان که روز 9 ایول امسال جریان گرفت از جانب خود حزب و طرفدارانش در گوشه های دیگر همچون قدم به سوی همایش گروه های مخالفین در خارج کشور عنوان شد. در واکنش به این نشست معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 10 ایول گفت که فعالیت حزب ممنوع نهضت اسلامی و اتحاد گروه های مخالف در خارج به امنیت کشور خطر دارد. سیف الله سفروف گفت حزب نهضت اسلامی زمینه اجتماعی دارد و همگونه فعالیت های سیاسی و متحد شویش با گروه های دیگر در خارج می تواند به افکار جامعه در داخل تاجیکستان تأثیر گذارد.